درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه، همه چی رو برا باشه. دو تا ویدیویی که نیومدم توی ویدیوهام چون سرما خوردم، چند بارم گفتم، ولی انقدر داغونم که اصلا دیگه نمیتونم توی ویدیو بیام، فقط دستام هست. امروز اومدم چی درست کنم براتون؟ تحچین مرغ خوشمزه مجلسی. البته مهمونی هم نداریم ولی برای خودتون درست کنید، خیلی هم خوب. حالا اسمشو میذاریم مجلسی ولی تحچین عالیه. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. بعدش هم که میدید من دارم مرغام رو خورد میکنم تا براتون بگم این تحچین خوشمزه رو چجوری درست کنید. خب دوستان، من چیکار کردم؟ اول از همه مرغ گذاشتم، 2 تا تیکه سینه مرغ، یعنی یه دونه سینه مرغ کامل رو گذاشتم آبپز شده، با فلفل سبز، پیاز، 2-3 تا حبه سیرم توش خورد کردم و پودر تخم گشنیز. خیلی خوشمزهش میکنه، حتما بهش اضافه کنید به مرغتون. گذاشتم آبپز شده. برای این اندازه که دارم درست میکنم 4 تا پیمانه برنجم آبکش کردم. بعد برنجتون رو حتما دون بردارید، یعنی از اون میزانی که برای دم کشیدن عادی میذاریم دونتر برمیداریم، چون قراره که رطوبت داشته باشه برنج، به خاطر اون ممکنه که نرمتر بشه، یعنی 100% نرمتر میشه، ممکنه نه برنجمون نرمتر میشه، به خاطر اون باید دونتر برداشته بشه که خمیر نشه برنجتون. حالا برای درست کردن یه تحچین مرغ مجلسی خوشمزه، 2 تا تخم مرغ. نگاه کنید بچه‌ها، من مرغامو همه رو ریش کردم، آماده کردم. 2 تا تخم مرغ سالم رو یکم هم بزنید از لختگی در بیاد. بهش زعفران غلیظ اضافه میکنم، اندازه 2 تا 3 تا قاشق زعفران غلیظ. دیگه رنگش باید حسابی پررنگ باشه تحچین مرغ. یه پیمانه سرپر بر این اندازه‌ای که گفتم، نکن یک بارم گفتم بچه، برای 4 تا پیمانه برنجیه. یک پیمانه سرپر بهش ماست پرچرب اضافه میکنم. اینم هم میزنم، هم بزنید تا یک دست بشه کامل. بعد از اینکه هم زدم یک دست شد ماستم رو، بهش اندازه نصف پیمانه روغن مایی اضافه میکنم. اینم در حد یک دست شدن هم بزنید. حالا برنج رو بهش اضافه میکنم، برنجی که آبکش کردم و یکم دون برش داشتم. همه برنج رو اضافه نمیکنم، میتونید همه برنج رو اضافه کنید، ولی من یه مقدار سفید برای روش نگه میدارم که دو رنگ بشه. خیلی کم، فقط لایه روش رو بگیره که موقع که برمیگردونم خوش رنگ دیده بشه. همه برنج رو با مواد ماستی مخلوط کنید. ببینید برنجم آماده شد. اینو میذارمش کنار. حالا برای درست کردن زرشک و بقیه موادم بریم. حالا میخوام زرشکم آماده کنم. برای زرشک روغن با کره حتما داشته باشه زرشکتون، اصلا از کره غافل نشید. اندازه 1 پیمانه من زرشک شستم آماده کردم، تو آب سردخیس گذاشتم، کامل شستم. بعد نصفش رو استفاده میکنم، نصف پیمانه برای داخل موادم، نصف پیمانه دیگه شو نگه میدارم برای دیزاین دورش. نصفش رو تفت میدم با شکر. بعد نذارید روغنتون داغ بشه، کرتون داغ بشه، بعدن زرشک رو بهش اضافه کنید، چون این باعث میشه که بلافاصله زرشک بسوزه. بهش یه قاشق مرباخوری هم شکر اضافه میکنم، حرارتم کم میکنم تا خیلی ملایم، یه کوچولو تفت بخوره فقط زرشکم. برو. 1-2 دقیقه که زرشکم رو تفت دادم، مرغ رو بهش اضافه میکنم. مرغ که ریش کردم رو اضافه میکنم که یه کوچولو هم با این تفت بخوره، خیلی خوشمزه میشه. بعد یه چیز بگم بچه‌ها، حتما اگه تو ایران، دوستان که تو ایران هستن یا دسترسی به خلال پسته دارید، بهش خلال پسته هم اضافه کنید تو این مرحله. من خلال پسته ندارم اینجا، یعنی نتونستم مثلا پیدا کنم خلال پسته. متاسفانه مارکت ایرانی هم یه موقع میاره یه موقع نمیاره، همیشه تو دسترس نیستش، ولی خلال پسته هم خوشمزهش میکنه، هم خیلی ظاهر شیک‌تری بهش میده. یه کوچولو زرشک رو با مرغ با هم تفت بدید. همیشه همینجوری مرغ رو نریزید لای تحچین
چون وقتی که تفت میدید با کره خیلی طعمش خوشمزه‌تر میشه. هم طعم این زرشک بهش در میاد، هم طعم کره طعمش رو فوق‌العاده میکنه. یعنی یه قاشق چایخوری هم بهش نمک میزنم. بعد دیگه مرغم آماده است، میذارمش کنار. این همه کوچولو میذارم که نمکش هم بخوره. بعد دیگه این میره کنار تا بریم غذای اصلیمون رو آماده کنیم، همه رو با هم ترکیب کنیم. حالا این قابلمه‌ای که میخوام ترچینم رو توش دم بذارم، قشنگ دیواره و کف قابلمه‌تون رو با کره چرب کنید. این آب میشه ها، فکر میکنید که آب میشه میره پایین، ولی اینطور نیست. کامل چربش کنید، این چربی توش میمونه. حتما با کره چربش کنید چون خیلی خوشمزه تره. بعد برای تحجیم حتما قابلمه تفلون استفاده کنید. حتما قابلمه‌ای که بتونید راحت ازش جدا کنید. بعد سی قابلمه رو چربش کردم، نصف برنجم رو میریزم توی قابلمه. کامل توی قابلمه‌تون صافش کنید، فشرده کنید، یه خورده فشردش کنید. حالا مواد تحجینم رو میریزم روی برنج. نگاه کنید وقتی که میخواید تحجین درست کنید، این مواد مرغتون که میریزید داخلش روی برنجتون هیچ وقت به این دیوارهای قابلمه نچسبونید. همیشه یه فاصله حداقل 2 سانتی بین دیواره ظرفتون باشه که نچسبه بهش، چون این موقع برش زدن خیلی ظاهر بدی بهش میده. یعنی حتی موقع برگردوندن فکر کنید اینجا ریشه‌های مرغ همه میزنه بیرون. به خاطر اون کامل تا ته پر نکنید، ما بین توی وسط برنجتون باشه. خب من مواد مرغم ریختم. دوستان من خیلی پرملات برداشتم این رو، چون ما خیلی دوست داریم اینجوری موادش زیاد باشه تحجین. میتونید کمتر استفاده کنید، میتونید مرغتون رو کمتر بریزید. از هر قسمت مرغ هم میتونید واقعا استفاده کنید. این نیست که فقط سینه مرغ باشه. بعضی اصلا سینه مرغ دوست ندارن، دوستان از قسمت رون استفاده کنن. به خاطر اون دیگه سلیقه شماست. حالا ما بقیه برنجم میریزم روش، برنج زعفرانی. یه مقدارم سفید نگه داشتم، اونم آخر سر میریزم روش. لایه دومم که صافش کردید، لایه سفید رنگو میریزم روش. این فقط برای قشنگی روشه، واقعا من دوست دارم اون تش دو رنگ دیده میشه، وگرنه میتونید همه موادتون رو زعفرانی کنید بچه‌ها. اینم روش صاف میکنم. حتما فشرده کنید یه خورده با پشت قاشق، همینجوری نذارید بمونه. دیگه همه کارش رو انجام دادم. آخر سر چند تا دیگه کره کوچولو کره میندازم فقط که روش خوش نباشه. بعد دیگه درشو میذارم 45 دقیقه دم بیاد. زیرشو کم کنید حرارت رو که نسوزه ترچینتون، و حرارت خیلی کم، حتی شعله پخش هم میتونید استفاده کنید که حرارت اجاقتون تنده، بعد بمونه برای خودش دم بیاد. خب دوستان، تحجین خوشمزمون آماده شد. روش زرشک میریزم. دم کشید. 45 دقیقه درست دم کشیدنش طول کشید برای من. این رو اجاقی که رو حرارتی که من گذاشتم. حتما حرارتتون کم باشه. بعد با زرشک و اون و خلال پسته و خلال بادوم که من نداشتم شما دیزاینش کنید. خوشمزه. الان براتون برش میزنم ببینید که چقدر عالی شده این تحجینمون. بعدشم که مرسی تا آخر ویدیو همراه هم بودید. الان برش زدشم بهتون نشون میدم. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون هم به اشتراک بذارید. کلی دوستتون دارم.
کامنت هم یادتون نره، سابسکرایب کنید برای حمایت از من کانالم رو. ویدیو بعدم همدیگه رو میبینیم.